روبی رو در صحنه مشاهده میکنید که عاشق مامانش شده. عاشق مامانشه. بابا خیلی سنگینه بچه. روبی سنگین شده، نمیدونم چی نگم کنم. خب بچه بعد به جای اینکه مثلا اینجوری حرف بزنه بعد حرف میزنه، بعد توقع داره همه بفهمن. بهش هم میگه هر کیم نفهمه به من ربطی نداره استاده. من یکی دو بار بهش گفتم خب لهجه خب یه خورده یواشتر حرف بزنید که مثلا یواشتر که یعنی سرعت حرف زدنش تنده ها بچه‌ها، که آدم یه خورده تحلیل کنه چی داره میگی. کی رو بیرو بخوره، کی رو بیرو بخوره، کی رو بیرو بخوره ها، کی رو بیرو بخوره ها، کی رو بیرو بخوره، بخوره مامان رو بیرو. آره